با نام و یاد خدا میخوایم توضیح بدیم که تو مؤسسه حسابداری محیا محاسبان کاردان چه کارهایی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام میدیم. ما برای کسب و کارهای کوچک و متوسط ابتدا میایم یه بودجه بندی رو مشخص میکنیم، یعنی اصول بودجه بندی به چه روشی و به چه شیوهی باید در مجموع اجرا بشه با توجه به ماهیت بومی اون سازمان یا اون واحد تجاری میایم و بودجه بندی رو مشخص میکنیم. نکته بعدی کنترل هزینه هاست که هزینه ها رو ما به چه نحوی بیایم ساماندهی و کنترل بکنیم، دسته‌بندی هزینه هامون به چه شکل بشه. بعد از اون میریم سراغ کنترل نقدینگی. اینجا که وجه نقدی برای تأمین فعالیت‌های جاری مجموعه از چه مرحله‌ای تأمین میشه. خیلی وقتا مجموعه هستن سودآور هستن اما مدام تو بحث نقدینگی به مورد برمیخوره. خب این رو باید بیایم و آنالیز داشته باشیم. تکالیف قانونی رو هم باز باید بررسی بکنیم، ببینیم با توجه به ماهیت کسب و کاری که داریم، حجم فعالیت و حجم تراکنش هامون تو کدوم یکی از گروه های مالیاتی قرار میگیریم. اگر اشخاص حقیقی هستیم 3 تا گروه هست، اگر اشخاص حقوقی هستیم از نظر ارتباطمون با سامانه مؤدیان نرم افزاری و تحریر دفاترمون با چه شکلی و چه تکالیف قانونی رو باید ما انجام بدیم. در نهایت با مشاورهای مالی که برگزار میشه، حالا چه به صورت حضوری چه به صورت بسترهای مجازی، میایم و کلیه ساختار مجموعه از نظر مالی رو یک نظم و انضباطی میدیم که پاسخگوی هم نیازهای مدیران و داخلی سازمان باشه، هم نیازهای برون سازمانی و تکالیف قانونی رو انجام بدیم و از جرائم سنگینی که ممکنه به واحد تجاریمون تحمیل بکنه جلوگیری بکنیم. ممنون از همراهی شما.